خبر کوتاه بود و هولناک. حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی یکی از سیاست‌های استراتژیکی را که جمهوری اسلامی می‌تواند برای توزیع متناسب جمعیت به کار گیرد، استفاده از سواحل دریای عمان و خلیج فارس دانست و گفت: پیشنهاد ما ایجاد استان اصفهان ساحلی است. نه تنها اصفهان، بلکه هر استان دیگری که تمایل دارد می‌تواند گوشه‌ای از ساحل دریا را در اختیار گیرد تا نمونه‌ای از استان خودشان را در کنار ساحل به وجود بیاورند. وی ادامه داد: با ایجاد نمونه استانها در سواحل و انتقال جمعیت به این نقاط میتوان توازن جمعیت را برقرار کرد و مشکلات موجود را نیز حل کرد. این نقل قول تکان دهنده ساعتی قبل در رسانه‌های رسمی کشور منتشر شد. نقل قولی که بر اساس آن میتوان به وضوح فهمید در یک دهه اخیر مهاجرت ساکنین استانهای دیگر و به ویژه کوچیدن مردم اصفهان به گیلان واقعی اتفاقی نبوده و از طرف مسئولان دولتی و اصفهانی هایی که در رأس مدیریت کشور هستند، چشماندازی برنامه ریزی شده برای خرید زمین در گیلان و ساخت شهرک های اصفهانی نشین طراحی شده و به تدریج در حال اجراست. به خاطر آورید که چند ماه قبل رسانه‌های گیلان از احداث شهرکی در اطراف صومعه سرا خبر دادند که مالکینش نام شهرک اصفهانی ها را بر آن نهاده بودند. آیا روستایی در گیلان را می‌شناسید که در آن ده‌ها سرمایه‌دار اصفهانی و تهرانی و یزدی و زنجانی با ویلاهایی مجلل ساکن نشده باشند؟ در حالی که روستاییان اصیل گیلان که هزاران سال است در این خاک زیستند، همواره مورد کم لطفی قرار دارند، اما برای مهاجران تازه وارد به واسطه پول و سرمایه هر گونه امکان رفاهی فراهم شده است. اگرچه حسین میرزایی نماینده اصفهان در سخنان خود عنوان کرده حاشیه دریای عمان و خلیج فارس مناسب ساخت نمونه‌ای از استان اصفهان است، اما در واقعیت آب و هوای استان گیلان و زمین‌های بکر، حاصلخیز و ارزان قیمت گیلان برای سرمایه‌داران اصفهانی هدف مناسبتری است. با نگاهی به آمار مهاجرت اقوام غیر بومی به گیلان، این واقعیت شوم آشکار می شود که آنها به شکلی سیستماتیک و برنامه ریزی شده قصد نفوذ و تصاحب خاک سرزمین گیلان را دارند و طمع و زیاده خواهی کار را به جایی رسانده که از اهدافشان به عنوان نمونه‌ای از برنامه ریزی توسعه و پیشرفت برای آینده مردمان خود سخن می‌گویند. شاید به همین علت اکنون گیلان را با فلسطین مقایسه کرده و می‌شنویم که نباید خاک این سرزمین به بیگانه فروخته شود. حالین شما مردم گیلان و آینده تلخ و دردناکی که گام به گام به واقعیت تبدیل شده و سرنوشت ما و فرزندانمان را در سیطره قرار گرفتن زیر سایه اقوام غیر بومی و مهاجرانی قرار می‌دهد که به زودی جمعیتشان غالب و تبدیل به اکثریت خواهند شد.